ما را سفید کنید. این نکته را چهره‌های معروف و سیاستمدارانی که به تلاش تبادلات و دادن سیر دولتی متهمند امروز در سخن آخرین خود از دادرس خواستند. جلسه دادگاهی این افراد امروز 22 ینور ساعت 9:00 در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه آغاز شد و تا ساعت 15 دوام کرد. با جلسه دادگاهی بجز وکیلان دفاع نزدیکان این افراد و خبرنگاران راه داده نشدند. وکیلان دفاع بعد مرافعه با خبرنگاران صحبت نکردند. تنها با نزدیکان این افراد گفتند که پیوندان آنها در سخن آخرین خود خواستند که آنها را گناهکار ندانند و آزاد کنند. جزئیات دیگری سخنان آخرین این افراد که متهمند معلوم نیست. و اطلاع یک منبع ما بعضی از این افراد از 5 تا 10 دقیقه و بعضی دیگر تا نیم ساعت سخنرانی کردند. در کرسی عیبداری چند نماینده حزب‌های سیاسی و بعضی از منصبداران بلندپایه سابق از جمله وزیر پیشین کارهای خارجی، رئیس پیشین شورای عالی و سرهنگ‌های مستعفی امنیت نشستند. 8 تن به کوشش به زور گرفتن حکومت، برانگیختن کینه و عداوت، آشکار کردن سیر دولتی، قلابی و خیانت به دولت گمانزد هستند. داستان روز 8 ینور امسال با آنها از 23 تا 30 سال زندان طلب کرده است. همچنین در دایره این قضیه دادستانی به یگانه زن در این پرونده ها روزنامه‌نگار رخشانه حکیمова 17 سال زندان خواسته است. رخشانه حکیمova بر اساس ماده 305 کدکس جنایتی تاجیکستان دادن سیر دولتی متهم می شود. پس از انجام مرافعه دادگاه به خانه مشورت رفت و قرار است که در جلسه آخرین حکم این افراد اعلان شود.